علیکم السلام. خیلی سوزی. رحمت اکا. یک چیز داریم برادر. کم خیلی کی امی. آها. وایرون شده اکا. وایرون شده. ایره چند پول خریدگی نکرد؟ 1300 سوم. 1300 سومونی. 1300 خریدگی نه. 1300 سومونی دارم. این خیلی شیده که ایره چیکار کنه؟ یام شب امی تماشا که حساب ده. خب. تماشا که حساب دیم نه. خیلی اشی تماشا مونم شاید یک بود یک نیم بود. همین هنرمندو برآمد که حساب ده. حافظو. خب. همین رو سیگاب یک خون بوده. خون بوده. یک خون میخیزم که آیپش تلویزیون دود رو میسته. دود رو میسته؟ ما فکر همین حافظو هنرمندو سیگارت کشی رفتن که تلویزیون وایرون شده. این قوه های برق همون خونه تو خیلی پس و بلا میشه؟ نه سوزه ما. آزی اکا میبینیم اکا. آزی اکا. همون یک با فکرم که گنده خود برده هر شام خیلی هم میمونی هم با فکرم خود میبره اکا. سهر گیلونا. آزی. واه اکا. مرده اگر ساتسم رابگان روزی شه. ساتسم؟ ها. مایش. واه اکا. مرده خیلی ساتسم در روزی شه. دو ساتسم ده؟ ها. مایل دو ساتسم ده مایل. واه مرده سه ساتسم بگن روزی شه. سه ساتسم؟ سه ساتسم. قیمتی بد نیست. نه روزی شه. ما ایران میدارم حوزی یک خوش روز میکنم. امی کلی نه یانگا. روی 2 ساعت 2.5 ساعت گردن اکا. یکون جاک دارم گرمی یکون اوی خونو که ما روزی که بخورین. بعد بیاین اکا سوش میکنم. انشالله نصیب. ما اکا سلامت باشه خوب اکا. یا سلام علیکم استو. علیکم السلام. اومد. 3 ساعت چیز تو. شد اکا جون شد. همین شهر تماشا کردیم. همین دریل اساس. سلامت باشه اکا سلامت. بازی پیش دادن. آزی اکا. اید نکی تلویزیون عذاب دادن ده اکا. بسیار خوب میرین ده راست. بس ساز نمیشه. ما اکا استاییم که ساز نکنیم. سلامت باش. خب آزی. دیدی زنک تلویزیون ساز چیده. مرده همین سه ساتسم زیاد نتیشه. هم 300 همین سه ساتسم. هم 300 میتونه. او قدو دیای بروما خواهیم 300 باشه. بیا رمضان جون بیا اینجا بچه. اینجا بیا شاگرد نشان تی اکادمون وکن. من حوزی اکا. حوزی رکه میبینید. تلویزیون فاسون شده نکی. دیدی اکا میگی که نو خریدگی ها؟ دستی خودت گلایده آخی. خیلی مهنت کردیم اکا. مهنت کردی؟ اکا. دیدی تلویزیون خوشش شده. ای بودگیش بود بهتر شده. فاسون شد. میگی نو خریدگی. رحمت است. خیلی مهنت کردیم اکا. خیلی. استو. لبای. موزدی کارش چند میشه؟ اکا راستی که با می رمضان جون هم بسیار خدمت کرد. شما همین اکا 40 سومونی تی بسای. 30 سومونی نمیشه. این بود برنامه تلویزیونی شکرخند. باوری دارم که صحنه‌هایی که پیشکش شما گرداندیم پسندی شما آمدند. در فرجام برنامه به شما از مهر و صمیمیت حرف زده خواهان آنیم که دوستداری وطنی بهشت آسایمان باشد و برای شما تنی صحت، عمر دراز، رزق فراز، خانه آباد و در لبانتان تبسم را تمنا داریم. شاد و پیروز باشید.